حسین پورامینی، مجید عیدی، سید محمد ستاری، ابراهیم صالحی، امیر روستایی و رضا جبیره 11 بازیکن مهدی تارتار رو در این مسابقه تشکیل میدن. اما در تیم سفیدپوش استقلال که امروز تیم میهمان هستش، رشید مظاهری در چارچوب دروازه، سید احمد موسوی، عارف غلامی، محمد حسین مرادمند، هروی میلیچ، وریا غفوری، مسعود ریگی، آرش رضاوند، محمد نادری، مهدی قائدی و امیر ارسلان مصریم 11 تایی محمود فکری رو در این مسابقه تشکیل میدن. از اون پرتابای عجیب و غریب نادر محمدی به روی دروازه فرستاده میشه. اونجا محمد نادری توپو در اختیار گرفته. امیدواریم که بازی قشنگ و جذابی هم بشه. در یک عصر پاییزی فرصت داره تیم پیکان. جبیره توپ اونجا از دست داد بین مدافعان استقلال. مهدی قائدی بین دو بازیکن اونجا منگنه شد. قائدی و توپشو زدن سمت راست. ارسال انجام که بروی دروازه که اینجا بازیکن استقلال زدن و پرتاب برای پیکان. هر جا پرتاب میشه نادر محمدی خودش رو میرسونه تا از اون پرتابای عجیب و غریب و خاص خودش رو انجام بده. کنار زمین مربیان دو تیم حاضر هستن. منتومن فشرده در محوطه جریمه استقلال. نادر محمدی پشتکبارش رو میزنه، فرصت داره اینجا و مدافعان توپو برای لحظاتی دور کردن که ضربه دروازه اعلام میشه. 31 رهبری میکنه عارف غلامی. در عمق بازم هدف گرفتن، این بار توپشون تند و تیزه. مهدی قائدی به توپ رسید و نذاشت که ضربه دروازه اعلام بشه. پرتاب برای پیکان باید شکل بگیره. نادر محمدی همه جا فرقی نمیکنه، جلو باشه عقب باشه میاد و پرتاب اوت رو انجام میده. فصل گذشته دید که حتی توپاش تبدیل به گل هم میشد. قائدی اونجا سعی کرد که توپو بگیره اما موفق نشد. نادر محمدی بازیکن خوبی نشون داده. نادر محمدی پرتاب به سود پیکان. جریه ابراهیم صالحی و اینم مهدی تارتار که از آخرین پیروزی تارتار مقابل استقلال 838 روز میگذره. آمار خوبی نداشته مهدی تارتار در مقابل استقلال. مهدی قائدی خطا اعلام نشد. پیروسا از حسین پاشایی اینجا بودن. پیکان فصل گذشته فانوس به دست بود و اواخر لیگ بود که موندگار شد. باید این که امسال هم همون شرایط هست یا خیر. تا اینجا که بازی خوبی رو انجام دادن پیکانیا تو 3 بازی گذشته شون. باید این که در نهایت چه اتفاقی میفته. نادر محمدی بازم از اون پرتابای چشم نواز خودش رو انجام داد. ابراهیم صالحی، نادری توپشو زد. داریوش شجاعیان پاس پشت مدافعان خوبی رو انداختش. داریوش سیما برنامه فوتبال برتر. تشکر میکنم از محمد احمدی عزیز و همینطور کارشناس محترم برنامه آقای مومنی که در مورد نیمه اول صحبت کردن. نیمه دوم بازی تیم‌های پیکان و استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس ثانیه‌های پیش آغاز شد. نیمه اول چنگی به دل نزد، کم موقعیت بود، 0-0 هم شد. تا امیدواریم که یخ بازی در این نیمه آب بشه تا ما شاهد گل باشیم از سوی هر دو تیم. اولین پرتاب رو پیکان توسط نادر محمدی میخواد انجام بده. یه تعویض هم شکل گرفت بین دو نیمه. حالا این پرتاب انجام بشه حتما بهش اشاره خواهم کرد. امیر روستایی اونجا هست. نادر محمدی از اون پشتک خودش رو زد. توپ چقدر بلند اوج گرفت و توپو زدن مدافعای استقلال و خطا. حالا وقتش که
پرتاب به سود پیکان. داور همچنان بازی رو متوقف کرده اونجا. پرتاب رو نادر محمدی میخواد با مراسمات آغازین خودش انجام بده. این چهره نادر محمدی پشتکش رو هم میزنه، بلند هم میفرسته توپ بروی دروازه. فرصت داره تیم پیکان. محمد ابراهیمی، خود ابراهیمی دور زد اونجا، خود ابراهیمی و توپو گرفت رشید مظاهری و پرچم اونجا بالاه. ببینیم چه اتفاقی افتاده.